سلام بچه، امروز اومدی با آموزش گرفتن گان لژندری و همین گوستی که اینجا میبینین و بذارین بریم که ببینیم. شما وقتی وارد بازی میشین وارد اینجا میشین و اگه شما بگم که ما الان داخل سیزن 2 هستیم و سیزن رنگی میشیم. بعدش از سمت چپ یک میریم و این وارد این اسلایدر میشیم و میایم پایین سمت چپ و همین این میزنیم و اینجا میزنیم میبینی که زده گان لژند، عکس گان لژندری گذاشته، انفای لژندری. خب اینجا میگه اکانت رو سیو کن و 5 تا دست مولتی بره. خیلی خوب. برای اکانت سیو کردن که من اکانتم رو سیو کردم و یه توضیح بهتون میدم بدون که نشونتون بدم که سیوش کردم. شما برید داخل یوتیوب هر جا برید واسهتون میدم سیوش کنید. اولین کاری که میکنید وارد تنظیمات میشید، وارد این صفحه میشید و این گزینه علاوه میزنید. وقتی اینجا رو میزنی سمت چپش همین عکس آرم کاناپو میاره. شما وقتی روش بزنید وارد یه صفحه میشین که اونجا میگه جیمیل و رمزتون بزن و اونجا حتما لازم نیست جیمیل و رمز خودتون رو بزنین، میتونین جیمیل و رمز خودتون بسازین هر شکلی خواستین و بعدش هم که ساختین من رو با نیستم رو میزنین و پایین صفحه یه چیزی هستش که این کلمه انگلیسیه که زیرش خط کشیده، اونو بزنیم وارد یه صفحه دیگه میشیم و داخل اون صفحه دوباره جیمیل و رمزی که اول زدین رو میزنیم و کشورتون رو انتخاب میکنیم. کشورتون رو هر جا خواستیم میزنیم. من که ایران زدم مشکلی نداره و همین دیگه. بعدش هم زردرنگ میزنیم و همین راحتی اکانت تو سیو میشه. این گوست هم و یه مرحله برای گرفتن انفای لژندری. خب این از اولین کاری که باید انجام بدین که خیلی خوب. ما گفتم بعد اینکه یه چیزی هم بگم یادتون نره میتونی خودت اکانت هم بسازید. اینو دقت کنید، اصلا لازم نداره. ما حالا باید چیز دیگه میریم خیلی خوب. 5 مرحله بازی میکنیم تا مرحله شما برای اکانت ساختن هم که داخل یوتیوب آکانت تجربه زده. فقط بعضیاشون هم به روش خیلی سختی توضیح میدن. حالا شما چند تا ویدیو ببینین هر کدوم که واسهتون آسون تر بود و شبیه هم بود. من تا الان 2 بار اکانت سیو کردم به همین شکلی که نشونتون دادم. خب 5 تا دست بازی کنید. من با همین تا بازی میرم بانک یا پایین میرم که این اولش بشه. اکانتتون موقعی که میخواد سیوش یعنی وارد بازی میشه میخواد اکانت رو سیو کنید طبیعتا همینه دیگه وقت خاصی میکنه. چه فکر میگم
دست رو پاتش میکنه. وقتی که دست آخرش بودش دوباره وزنش میکنه. خیلی بازی تموم شد و اینم از یه دستش. اینم از یه دستش. بکنم یه متوجه شدیم 5 تا دست ببرید و اکانتتون رو بسازید. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین و امیدوارم خوشتون اومده باشه، به کارتون اومده باشه و و تا ویدیو بعد فعلا یادم بله یادم خواستم بگم لول 4 نه یعنی لول 49 شروع کردم بازیو و تا لول 300 قرار بودم پیش بریم. الان میبینید لول 50 یه دست فضل کردم و هنوز نیامده. خدا حافظ.